سلام و درود. امروز به معرفی کتاب ناب و خواندنی دیگری به نام دلت که پاک باشد داستانت پایان خوشی خواهد داشت از نویسنده جوان و صوفی برجسته هاکان منگوچ میپردازیم که به همکاری فائزه پورعلی ترجمه و تدوین شده است. داستان اصلی این کتاب در مورد روانشناختی و خودشناسی است و انسان را از عمق درون به آسمان ها سوق می دهد و وی را وادار و امیدوار به زندگی دوباره می کند. این کتاب از درس‌های مثل دلت که پاک باشد داستانت پایان خوشی خواهد داشت، آهسته شو سریعتر می روی، عشق انقلاب درونی است، میدانی ارزش چیست؟ ترس از دست دادن در روابط، قدرت کلمات، اشتباهاتی که روابطمان را پایان می دهد. عشق احساس بی‌نظیر از سوی خالق به انسان است، زنان قاطع، قدرت دوم و فکر و غیره بحث می کند و می توانم به شما بگویم آموزش های این کتاب کاملا متفاوت است و هاکان به نوع دیگری به مشکلات و زندگی شما می بیند و دیدگاهش را بیان می کند. با خواندن این کتاب شما برای مدت کافی از انرژی بالا برخوردار می شوید و مطمئنم در راستای پیشرفت و داشتن یک زندگی بهتر به شما کمک می کند و قابل تذکر است که در مورد روابط عاطفی و خصوصا زنان توانمند در این کتاب یادآوری و خیلی توجه شده است. کامگار و سرفراز بمانید.